امروز قراره با 100,000 تومان نفری، البته نفری هزینه دارم میکنم آقا 4 نفر این 400,000 تومان همین اعلام بدم نقد. تازه نگاه کن پوینتش همینجاست، اگر که اون مغازه دار خورده نداشت و بقیه پول نداد نمیتونیم کاری بکنیم. ساعت نگاه بکنیم. بله چالش 12 ساعته داریم. الان 12 صبح تا 12 ظهر، البته تا 12 شب قراره که با واقعا 12 شب. آره کنسل. یه 100,000 تومان. من با 100,000 تومان زندگی میکنم داداش. اینم یه 100,000 تومان برای آقا امیر. اون 50,000 بده. مرسی. نه دیگه خیلی بیشتره. اینم برای بچهای توی خانه. ماشا با 50 بود دیگه شما. خود آقا اعتماد بین ما موج میزنه. اوه چه سفیدم پسر. برای استارتر قراره چه بخوریم؟ شما بریم هیجو بریم. چای فرست. چای واقعا میخوای بخوری؟ واقعا پولت میخوای هزینه بکنی بری چای؟ باید پول خودم مگه باید حسابم میکنی؟ قرار من 100,000 برام خانه. آقا من این نقش قرار بازدارم. من 100,000 امروز بردم. یه چای میخوریم بعد بریم محمودی شیاد. یاد میاد چقدر قیمت یه بار دیگه بگو. 50 همش 50 همش 50 همیشه 50 آیتم زیاد داریم. ویدیو قبلی جاهای ارزان یاد گرفتیم. اگه ندیدین حتما این بالا میاد بزنین روش. بریم آقا بریم. رئیس باز سر don't be tired. نگاه یه دانه داد این همه پول گرفت. من باید یه پارچ چای درست کنم. من یه بسم. داداش زیاد هم هست. کوبی این اندازش واقعا با دهن باید چرا من وایرش دارم ریسپکت مومنت بگیر. ریسپکت مومنت واقعا برو. دانک زدم برادر. ریسپکت. نه نواد خوردم. هزینه باید بکنی آقا نواد 5000 ده بگیر. چرا متوجه نیست؟ باید پول خرج بکنی. با 5000 تومان یه بیسکویت تورت میگم تا شب همونه میتونم. با 5,000 تومان بریم ببینیم چقدر شده. بریم سوپرمارکت بیاین. داداش من میخوام زنگ بزنم پلیس. خیلی خوشگلی. واسه شادی دو شهروند کرمانشاهیشون. یه چالشی دیدی ریسپکت دیدی انجام دادم. پول نقد قبول نمیکنه. الان باید چه بکنیم؟ پس ما بریم باختیم. بخوریم. پس ما بریم یه جای دیگه. آمدیم سوپرمارکت. ببینم چه قیمت 10,000 تومان. پسر 10,000 تومان پیداش کردم. کشمشم باید نیست. 20,000 تومان. 20 تومان. باید 20 تومان می‌خواستم هزینه کنم به رستوران. یک مرد واقعی یک تستوسترون هیچی نمیخوره. 3,000 تومان اده نداد؟ How much? 12 بود. ولی 15 حساب کرد. وای. رفتم 3 تومنه بگیرم زد تو گوشم. پول دادم هزینه کردم تا شب بعد کسی که بزرگترین باخت داد یا آقا بود. چای 20,000. نواد بهترین چیزه. 15 تومان. 15,000 بردی؟ بعد تو 18 تومن دادی. 15 میگم 12 بود 15. نه آخه حجمش خیلی بیشتره داشت. من 18 بود. منم 18 بود 20 ازم گرفت. تو خطی. والا. به به دارایی. Good. ریسپکت آورا مثبت من کردی. کاسکام بگیر. کاسکویی؟ من کاسکام. منم مرغ چیز بودم منم مرغ مینا. تجاوز بکنی تکان. تو عصبی بشو. استیل بگیر، آیرون بگیر. استیل البرز. آلومینیوم. آلومینیوم ببینم. او تینیج. بذار برام نگاش. من داری میگیری؟ آره دارم تو رو میگیرم. یه گفت نان روغنیه ولی دستم چهار نشد. عزیز من اسمش نان دوغ منطق فکر این قرار آب بخورم. منطق که اصلا وجود آب رایگان. آب رایگان. بریم آب بخوریم. رایگان فری آب. یا رای پیس. واکنش کسایی که تو آفریقا چای یه چیتی دارن میکنن. چیت بگیر. او چیت آب قانونیه. آب پارک. آره آریا. تو چیتری؟ چیترم. اسراف نکن. آقا گفتم میخوای بخوری. همه اینا تریدن گرسنگی. نه والله من حرفی زدم. با ای آقا مغزم کشید. ای آقا هم ای آقا مثل سگ گرسنه شه و ای آقا هم مثل سگ گرسنه شه. پاپا پکو 26 پسری که گرسنه‌اش بشه. پسری که غذا بخوره. بیا به نظرت من متعلق به کیه؟
خودت بگیر. آقا ببین چه تدبیری اندیشیدم. نودل ایتس. نودل ایتس. اونم خامخاریش میخواد بکنه. خامخاری ویگن، وگان، وینای. بازش مکنی و این موادشه. مواد نگیری بگیر. مواد نگیرید. اینو بگیر. بگیرمش میریه گرانه چجوری بگیرمش؟ خوب تکان دهی. قبل از نصر خنک کنیش. آماده است. غذا حاضر است. کامو بگیر. داداش میبینم که جا زدی و داری درخواست کمک میکنی. زنگ زد 20 نفر کمک. الو حسین کجایی؟ حسین بیا دنبال جان خود. بریم یه محمودی بخورم. خدا رو شکر همه کار دارم. خدایا. چه؟ کار دارم نه مامانم. 60 او دیسریسپکت بود. دیسریسپکت بود. کی نه کوبو دست چی میزنی به همه چی؟ اوه بیارش تا بخوریمش. واقعا چه تازه است. لوک فرش یه ذره خاکیه. میخوری نه آیفون بابا. بردار؟ بیا این دیسریسپکت رو ببینی کار امیر ها نگاه. ری تو کوچه. بابا بیا خیال بریم غذای بخرم. دستم دردیه. دستمال خدا. دستمال طبیعی. نپکین طبیعی. آقا علی رفت ساندویچ خرید. علی کیه؟ نه پرنگ شدی. نه ساندویچ چقدر واقعا؟ شد 3000. اون پولتو بیار بشمارم ببینم چقدر شد. درود بر شرف. خیلی خوشحالم واقعا. عالی هم مثلا. زهاریا چقدر اصلا هست تو دنیای خودش. ساندویچشو گرفته و داره میره. ساندویچ 43 تومانی. پر از هیچیه. عالیه. عالیه کار. ببینید اینه بگید. گوشت غرب. آقا علی هم رفت برا نار. یه دانه پیدا کردم دانه 1000 تومان بود. 50 دادم بهش گفت نه. تو برش بره خدا گفتم من که دانه نیستم داداش. آقا داداشمان کم آورد. لیو داد از چالش. اصلا امیر افسرده است. نگاه افسرده شد تمام. مرد. ساعت 10 این آدم خودت پا شدی داری راه میری. من اینجور بیدار کردی گفتم زدن ما رو با موشک. ما که رفتیم وای با حال دیگران. خب آقا 2 تا آب گرفتیم. واقعا قرار بود نگیرم من. نفر ولی دیدم که ما که اصلا تشنم نیست. ادیتور از هر کدام 15 کم کن. از علیرضا 20 کم کن. چون دلم میخواد. خود دیگه بریم تا شب بشه بعد شام هم براتون میگیریم. دلیاش کنم هر کدام خفه شو. ببین چی میگه؟ ای کثافت مزاحمت. Bro, look what happened. ما مردم. استراحت تو راهی که کلا 1 ساعت و 40 دقیقه است. بگو چقدر داریم میایم. کلا ساعت چند بود آید؟ نه میخوام خودم بگیرم که بفهمن آدم قوی چه شکلیه. نه میگم انرژی بد رسیدم. من چه؟ من 1 دانه شکلات خوردم. چند کیلویی؟ من 88 کیلو، 95 کیلو هم. 5 دقیقه قول میدم 5 دقیقه شد. الان 10 دقیقه رکورد کردم. ها؟ الان 10 دقیقه رکورد کردم. ببینم. نه 2 دقیقه است. قبلش هم دیگه 1 دقیقه خوابیده بودی. 3 دقیقه مانده. نه کی میگه؟ چرا دروغ میگی؟ مرام لاتی داره بیتون خشکودایی یا تراوی داره تیروایی داره. ببین هیچ جا با پول نقد بهت نان نمیدادن. هیچ جا. ولی اینجا پیدا کردیم. پیداش کردیم بعد از 7 کیلو. بعد 7 کیلومتر راه رفتن. وای ببینین چه اینجاست. 4 تا برو. 4 تا نان گرفتیم. سهیل اقتصادی کیه؟ امیر اقتصادی اینجاست. من بودم 4 تاشو میذاشتم دهنم. حکم چیه؟ حکم مثلا واقعا خوشحالم. ببین واقعا انقدر خوشحال تا حالا نبودم. تو زندگیم انقدر خوشحال نبودم. دانه چقدر؟ اما روی 15,000 تومان. دوتاشو گرفتم 30,000 تومان. 30,000 تومان راستی بده؟ بده 30 تومان همه 15 شو کردن. 15 دیگه بده بشم. اول لذت بودم. ببخشید من کمی ندید ولی
وای چه خوشه. نان بربری مثل پیتزا میده واقعا. نان انقدر من ماند و ببین چقدر آقا علی ماند. داش من آرام میخورم. من پروتئینش از سبوسش جدا میکنم. آها گفتی دیگه نمیخورم. نه بهش رو این مال تو بود نصفشو خوردم داشت مگر نه نصف. دروغ میگم. ساعت 7:14 نه 46 تا 9 بیشتر نیستم خدمتتون چون من چالنجم از 8 صبح شروع شده واقعا. بچه‌ها میدونن آقا هم گوشیش زنگ تماسش دارم که 8 صبح من زنگ زدم. چالنج 12 ساعته من اما شروع شده. صحنه زیبای داریم راه براشون تداعی بکن. بس شو داریم راه میریم یه دفعه یه شیء نارنجی با چنین صدا چرت اینجا مثلا یه سوی چش دارم ببینم. اگر ببینی همین یه صحنه زیبا رو بگیر. میدان فردوسی دیگه تو صحنه. زوم بکنیم فردوسی بزرگ. رسیدیم آقا. حقیقتا میگم با ما منم یه لحظه گفتم داشت نگاه من میکرد و حرف میزد. نگاه من مخصوصا داشت نگاه ما نگاه میکنه آخه نگاه ما آدم ما داداش. اصلا کی نگاه همه نگاه من میکنن نگاه خوش تیپم. آره خدا. آقا اگه به 1000 تا برسن این لایکای ویدیویی قول میدم از بالا تا پایین شهرمان برم که میشه دورترین نقاط این شهر پیاده بدون هیچ ماشین دوچرخه یا وسیله نقلیه. حتی اسکوتر هم حساب بده. چقدر بود جوان ماده؟ من که فکر کنم یه 50 تومانی نمیدونم. یه فلافل 55 داشت می آمدیم از پایین زده بود یه بار از اینجا بخوری چه؟ دیگه هیچ جا نمیدی. دیگه هیچ جا نمیدی. نه واقعا اینطوریه. نمیشه فقط کافیه یک بار از ما بخری. اوه ریسپکت. 9 دیگه چالش ما تمام میشه درسته؟ ساعت 12. ببین من اینو بگیر من صاحب کانالم یا تو او دیگه افتاد زمین گفت نه نتوانست بخورش. متوجه شدیم که ما داریم هوملس سیمولیتور بازی میکنیم مثلا. ببین هوملس سیمولیتور. اول من از اول حرفامو بزنم. من موفق شدم که نانمو بخورم تو ویدیو ولی امیر نخورد. افتاد. نعمت خدای کفر کردی تو الان. بخورم دوباره. این هم افتاد ولی من دوباره خوردمش. گوش بده. ها او یکیش و دو اینه که میگه بریم خانه. من میگم آقا داره سرده نگاه کن آقا لباس من آستین کوتاه 2 ساعت دست کرده تو لباس من. بدون هیچ 2 ساعت دست کرده تو لباس من. لباس آقا داش خب 8 لایه نیست. بیا درسته. آسین بلند درسته چند نخه بیا دست چرا؟ اینی که نمیخواد اونقدر نزدیک. میخوام اسم ما رو نان بربری برم. اوه آقا خب ما الان این چالش برنده شدیم و چالش تمام شده. نه الان من درس برنده شدم چون میگم تا 12 آقا میگه بریم پس الان چون کم آورده. پس یعنی من برنده شدم.